مطالعه کتاب‌های خوب و پرمضمون این صحبت با بهترین دانشمندان سال‌های گذشته است و در رفت آن ما را با بهترین اندیشه‌های خود شناس می‌نمایند. سلام بینندگان گرامی و هواداران عالم زیبای کتاب. در این برنامه ما می‌خواهیم شما را با اشتراکچیان دور جمهوری آزمون جمهوری فروغ سپیدان‌های کتاب است که در سال 2022 برگزار گردید شناس نماییم. البته هر یک آنها بهترینند. ما برآمد آنها را جدا نموده بهرتان پیشکش می‌گردانیم و تصمیم گرفتیم که در شماره نخستین برنامه به شما درباره اشتراکچیان نمیناتی ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی معلومات دهیم. خوب بیایید آغاز می‌کنیم. این زمان ما به شما درباره یک دخترک خردسال نقل میکنیم که نابسته به سن کوچک خود خیلی قوی اراده است و باید گفت که مهرنگز تقای و خواننده صنف چهارم می باشد و از شهر دوشنبه است و در آزمون طی 2 سال اخیر اشتراک می نمود. نابسته به آن که در آزمون موفق نمی گشت ولی به هر حال دانش خود را تکمیل داده باز مراتب دیگر اشتراک می کرد و باید قید نمود که مهرنگز نابسته به خردی خود می‌خواهد در همه جا پیش‌صف باشد. همین بود که در دور جمهوری آزمون فروغ سپیدان‌های کتاب است از میان همه اشتراکچیان همه گروه‌ها توانست تا اولین شده بدون ترس و هراس و هیجان در نزد اعضای حکمان مهارت خود را سنجد. خود مهرنگز میگوید که زیاده از 4900 مصرع شعری از یاد نموده است ولی از میان این همه شعرها مهرنگز تنها شعری را در وصف تاجیکستان انتخاب نمود تا اولین شده در دور جمهوری قرائت نماید. خوب بیایید با برآمده او شناس میشویم. بوستان چون تو جان پرور ندارم، غیر تو من دولت دیگر ندارم، ثروت جز تو به بحر و بر ندارم، تو برای من چو گنج بی بهایی، تاجیکستان یادگار عالی سامان، تاجیکستان افتخار عالی سامان، هست آغوش تو چون گهواره من، تا جهان باشد توی چون مادری من، این توی چون گلشن جان پروری من، تو گلستان بهار دلربایی. در وصف مکتب صدرالدین عینی کنی ای مانده قدم بر راه مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب، مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد، مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد، برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را، رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب، سعی بینما و علم و آداب، بیشتر زی شریک خیش دریاب، تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. مهرنگز ظهوربک و 14 داستان را به پرگی از یاد نموده است که این برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی چندان کاری آسان نیست و به سوال‌های داوران باشد به ایست و درست و بی خطا جواب می‌گردند. شاید محض همین جهت‌ها بودند که مهرنگز را توانستند در همه دورهای این آزمون سزاوار جای اول گردانند. نامبر کنیم داستان‌ها رو. قشلاق طلایی، سیاه هند، جان شیرین، داستک، گنجشکک، افسانه سه مرغ در خانه، تشکر، من خوابم رو میجویم. تشکر. قشلاق طلایی رو کی نوشته است؟ استاد میرسید میشکر. نشستم دوش با مردی کهنسال، عجب پیری سخنور بود و خوشحال، بود از پامیر آن پیر خردمند، حکایت کرد بر من شاد و خرسند، شنیدم من حکایت های او را، به نظم آورده بنوشتم در اینجا، شنیدم از پدر این داستان را، پدر بشنیده از بابایشان را، ولی بابا زی باباهای دیگر شنیده از این حکایت ها برادر، هزاران سالها گویا از این پیش، به وقتی مردنش یک پیر دلش، به یاران کرده است انسان روایت، کمی از سرگذشت خود حکایت. در ایام جوانی دوستانم که محکم بود زوری بازوانم،
برای صید روزی رفته بودم، پی آهوی کوهی گشته بودم. گذشتم از خیابان‌های و کوسار، مدارم رفت و افتادم چو بیمار. Конечковский муха-цкатуха. Муха-муха-цкатуха, позвал чёрное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежки нашла. Муха пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибежали, выпивали все стаканы, а букашки по 3 чашки с молоком и крендельком. باقر امزاده چشمش علو شد. علی جونی با ادب گوش با منده مکن خوب. بود نبود یک پلنگی با یک روباهی لنگی. در یک بیشجو داشتند، هر دو مرسا داشتند. یک جو یک کار میکردند، هر دو شکار میکردند. وقتی شکار همیشه روباهی پر اندیشه. هیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. مکانی او در بیشه فریبگر است همیشه. روباه بندی درازی دل ربا می رود گیرگیردی دنیا. آب مومی و ایزردی من داروی صد دردی من. اصل آفتاب کن کلوله خوب اندرونی لوله. موشنگ گردهونش وا شود بوی خوش پیدا شود. گل کی باشد این پهلوان پهلوانی بشبان. خوب آلودی زمستان مردی کاری تابستان. بهاریات سعیدای نسکی رو میخواهم از وحوش زمانی سخن کنم، دفعی ملال تا شود از طبع مردمان. روز من غریب در ایام نوبهار، از کنج خانه جانب صحرا شدم روان. دیدم نشسته بر دری سوراخ موشکی، میکرد خود به خود صفت خویش را بیان. دارم درون خانه زی انواع خوردنی، از ارزن و جواری و ماش و برنج و نان. بقال کرده است مهیا برای من، امروز هر متا کی چیده است در دکان. آهنگی خارپوش چون روباه گوش کرد، از شدتی که داشت روان گشت دم زنان. گفتا تو مرا دور دیده ای؟ امروز همچو خار برآورده ای زبان. داری به خود غرور چو پیران خارکش، آتش زنم که دود برایت تو را زی جان. پهلو بر آفتاب زند پوستینی من، دارند آرزوی مرا پیر تا جوان. گاهی که رو برو شود دشمن مرا، یابم زی روی عقل خود از دست وی امان. беназир наҷотова низ дар гурӯҳи хонандагони синфҳои аз 1 то 4 баромад намуд ва бо лаҳни ширини худ ҳама шеърҳоро дурусту бехато қироат кард. бояд гуфт ки маҳз бо ана ҳамин ҷиҳатҳо беназир тавонист диққати аъзои ҳакамонро ба худ ҷалб намояд. زمین داری زمان داری تو امروز، جهان در جهان داری تو امروز. سرودی تو به کنج دل نهان است، تو پرواز عقابان به نشان است. در این ایام ملکی نازنینم، تو را در صبح خورشیدی ببینم. در این روزی تو من آینده یابم، شوم همپا و همراهت شتابم. چو مادر تو بزرگ و پایداری، که اول داری و آخر نداری. تا جهان بود از سر آدم فراز، تا جهان بود از سر آدم فراز. کس نبود از راه دانش به نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بعد بر تن تو جوشن است. بناهای آباد گردند خراب، بناهای آباد گردند خراب. زیباران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخ بلند. که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که
که تخمی سخن را پراکندم. بنظیر مهارت خوب گفتنی تزگویک‌ها دارد و افسانه و حکایه ها رو نیز که یکی از شرط های اساسی این نامیناسیون به شمار می رود خیلی خوب نقل می کند و می تواند به تماشابین فهما و پورا رساند. خوب بیاید یک جای تماشا می کنیم که بنظیر تا چه اندازه حکایه و افسانه و تزگویک‌ها رو نقل می کند. چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه. چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه. چوجه افتاد در چوجه به چوجه ماند خوجه. شانه شانه است دانه دانه است. شانه شانه است دانه دانه است. شانه شانه است دانه دانه است. بابا دادا گفت دادا بابا گفت. بابا دادا گفت دادا بابا گفت. بابا دادا گفت دادا بابا گفت. مرغ از کف پایش یک دانه گندم یافت و زود به دوستانش گفت گندم یافتم این گندم را باید در آسیاب آرد کرد. کی رفته گندم را در آسیاب آرد کرده می بیاید؟ من نمی روم گفت موش. من هم نمی روم گفت مرغابی. مرغ خودش ناعلاج گندم را به آسیاب برده آرد کرد و آورده گفت که آرد را خمیر می کند؟ من نمی کنم گفت موش. من هم نمی کنم گفت مرغابی. مرغ خودش آرد را خمیر کرد. خمیر را کی به تنور می چسباند؟ من نمی چسبانم گفت موش. کنی مرد درویش و مورچه. مرد درویش به بازار می رود و یک خانومی خلطه گندم می فروخت می بیند و می گوید سلام خانم. سلام جواب می دهد پیرزن. این خلطه گندم چند تین است؟ 2 تنگه جواب می دهد پیرزن. آنها خیلی مصلحت می کنند و پیرمرد با نرخی موافق خلطه گندم را می خرد. بعد خلطه گندم را پیرمرد به خانه می برد. زن و بچه هایش دسترخوان گسترده می کنند. زود گندم را در روی آن می ریزند. بعد ناگاه از مابین آن خلطه گندم یک مورچه که می بیاید. فرزندان فریاد میزنند مورچه مورچه مورچه. مرد درویش در کف دستش مورچه را گرفته آه میکشد. زن میگوید چرا آه کشیدید؟ چه خیل آه نکشم، آخر ما این مورچه را از خانهش دور کردیم، باید آن را به خانهش برگردانیم. چه خیل برمیگردانیم؟ گفت زن. باید به نزدیک خانم گندم فروش رویم و با آن به آسیاب رفته مورچه را در آنجا سر دهیم. آنها فرزندانش او را انتظارند و شاید در خلطه گندم در آمده است که به زن و فرزندانش گندم برد. بعد زن پرسید بعد چی کار میکنیم؟ بعد رفته او را سر میدهیم. فرخنده شریپова در صنف هشتم تحصیل می نماید و چند سال پی هم در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و ازیاد کردن ادبیات کودکان و نوسان و آثار شفاهی اشتراک نمود. البته از نفرانی که هنگام یک مرتبه کامیاب نگشتند در آزمون ها علاقه باوری خود را از دست می دهند، ولی این سخنان عموماً به فرخنده رابطه ندارند، زیرا فرخنده نوابسته به کامیاب نگشتن کوشش نمود تا دانش و مهارت خود را باز هم صیقل داده با قوت تر شود و در این سال در آزمون سزاوار جای سیوم گردد. ای وطن با پیشوایت زنده باش، با چنین بخت و بقایت زنده باش. خود هوایت داروی جان و دل است، با هوای دلکشایت زنده باش. نور نیکی تو دنیا را گرفت، نور نیکی تو دنیا را گرفت، با فر ساز و نوایت زنده باش. پرفشان باد و همیشه پرچمت در کنار قله هایت زنده باش. فرخنده شریپова در روی خط خود زیاده از 3000 مصرع شعر، 100 افسانه، 100 لطیفه، 100 ضرب المثل و چیستان و دیگر نمونه های شعری را پیشکش نمود و
аъзои ҳакамон низ дар навбати худ беҳтарини онҳоро интихоб намуда ба Фархонда савол доданд, ки Фархонда низ тавонист ба ҳамаи саволҳо ҷавоб гардонад. سحرگاهان که بلبل در نوا شد گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. مؤلف اول گپ بزن. استاد صدرالدین عینی با بیکاری و نادانی نمانیم با عالم هر کسی بیکار گردد با چشم اهل عالم خار گردد. درست. شهر عزیز دلبرم مهرت شده بال و پرم. از استاد امینجان شکوهی. از پرچم آزادیت داری بسر تو پاسبان. بله. این دخترک را بینگرید در تن لباسی سبسفید. استاد میرسید میرشکر زمستان. گوید مهمان مرحمت شادی کنید شادی کنید. دادر جان شیرینم از پای استا که بینم. محبوبه نعمت و درست. ما و تو آخر مردیم باید که خود راه گردیم. در عالمی بی وفا کسی خرم نیست. شادی و نشاط در بنی آدم نیست. هر کس که او را در این زمانه غم نیست یا آدم نیست یا از این عالم نیست. تشکر. رساله دلکشا کنی یک معلومات تیدم این چخیر رساله است. این اثر حکایه های هجوی را در بر میگیرد. این رساله دلکشا نام گرفته است که وقتی که ما حکایه های وی را میخونیم دل ما باز میشود از خرسندی. روز جوها از مکتب به خانه می آید. میبیند که پدر و مادرش در روی دسترخوان نشسته ماهی میخوردند. وی جوها آنها را از سراغی در نگاه میکرد و مادرش میگوید بیا زود ماهی را خوریم زیرا جوها می آید بعد به غرغر می درآید. آنها دو ماهی کلان را به زیر دسترخوان پنهان می سازند و یکی از خوردش را در روی دسترخوان. جوها چون به خانه می درآید سلام می دهد و به سر دسترخوان می نشیند. مادرش می گوید پسرم مرحمت ماهی خور، ما یک دانه ماهی بود برای تو ماندیم. بعد جوها می خندد و میلش می گوید. بعد همین خیل پدرش از جوها میپرسد تو سرگذشت حضرت سلیمان رو شنیده ای پسرم؟ جوها گوشش را به پیش دهان ماهی میبرد، کمی سکوت میکند و میگوید پدر جان این ماهی میگوید که من نمیدونم. این ماهی میگوید که من در آن زمانها بسیار کوچک بودم. و از دو ماهی زیر دسترخوان پرسید شاید آنها دانند. بینندگان عزیز، این زمان ما شما را با نفر شناس می‌نماییم که نو بسته به سن کوچک خود خیلی قوی اراده است. فیضی‌گل خیرالله و خواننده صنف ششم میباشد و از ناحیه اسماعیل سامانی در این آزمون برآمد نمود. و هنوز از صنف دومیش اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است میباشد و باید قید نمود که در این 4 سال اشتراکش و توانست مراتبه از دور شهری، گاه از دور جمهوری و حتی از دور ناحیوی کامیاب نگردد، ولی نوابسته به این او باوری خود را از دست نمیدهد و ناامید نمیگردد و هر سال پی هم در این آزمون اشتراک مینماید. در دور شهری وی سزاوار جای دوم بود و در دور جمهوری نیز با مهارت بلند توانست طبع مخلصان و عموما همه نفرانی که در تالار قرار داشتند بالیده گرداند. محوره جان کجا شد؟ در کجای بجا شد؟ سرسری دستی بابا، سرسری دستی ماما، سرسری دستی خاله، سرسری دستی لاله، سرسری دستی عمه، سرسری دستی همه. میگشت سرسری دست از آنجا کجا شده است؟ ایها اکنون فهمیدم، با چشمان خود دیدم. از سری دستی بابا، از سری دستی ماما، از سری دستی خاله، از سری دستی لاله، از سری دستی عمه، از سری دستی همه. خوابش برد از خوابانده است، به گهواره خوابانده است. کجا شده محواره؟ محواره در گهواره. گفتم که خواب کردم، خوابم نیامد. تا 10 حساب کردم، خوابم نیامد. تا 90 کردم حساب، خوابم نیامد. تا به 100 کردم حساب، خوابم نیامد. از نو بردم بی صدا تا 10 حسابم. از سحر خستم که کیها برده از خوابم. صدا شعر استاد مهردین صبوری است. کنی همونه قرائت کنم. مهردین صبوری؟ صدا. گلی آتش پیامی لاله‌زار است. گلی آتش پیامی لاله‌زار است. نسیمی مژده از نوبهار است.
زمین آماده بیدار گشتن، لبی دامان برف آبشار است. صدا جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است. فروزان شعله آتش به یک سوی دیگر خانه تکانی، نشسته که دکان در گردی آتش، بی آرایند بزمی شیرخانی. صدا جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است. سری صحرا براید مرد دهقان، بسازد نرم خاک کشزارش، که تا فصل بهار آماده گردد، زمینی خفته در خواب بهارش. صدا جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است. شکوه از فیض استقلال خیزد، زی آتش شعله اقبال ریزد. به یاد داریم شعر عنصری را، شکوه و شوقت فیض دری را. صدا جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است. تشکر، غیرت خوب کردی. بود نبود یک مرغک بود، بال و پرش سرخک بود. یک چیجه داشت اشکم غفص، هی اشکم غفصی بر نفس. دهان به هر چی می برد، فرق نکرده می خورد. ریز آتش گفت به او، سیریزه گشته ای تو. ما این رو اید می کنیم، کمتر خرید می کنیم. همراه من قدمم، بیا برم به دوکان. نسکن خودت خرم، سیب و مرودت خرم. لатифа ву тезгӯякҳо яке аз шартҳои асосии номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ ба ҳисоб меравад. вале бояд қайд намуд ки ин аз ҳама душвортарин шарт мебошад, зеро на ҳама имкон доранд ва на ҳама маҳорати гуфтани тезгӯякҳову латифаҳоро доранд. ва қайд кардан ба маврид аст ки Файзигул Хайруллоева тавонист бо маҳорати баланд латифаҳои хеле хандаоварро нақл кунаду тезгӯякҳо ро гӯяд ки то ин дам дигар иштирокчиён нагуфта буданд ва диққати ҳама ҳозиринро ба худ ҷалб намуд ва албатта бо қарсакҳо ӯро аз саҳна гусел намуданд. ва биёед якҷоя мо низ тамошо мекунему, шояд механдем. رز جوان از افطوبوس می فراید و با پولچینک افطوبوس می گوید اکو جان من پول ندارم برای راهگیرا. پولچینک با غضب آمده جوان را یک لگد می زند. جوان خواهش می کند که او را باز یک لگد دیگر بزنند. باز پولچینک جوان را یک لگد دیگر می زند. جوان به درون افطوبوس نگاه کرده می گوید گلی از افطوبوس فرا، من راهگیرای تو را هم دادم. رزن بابا با همراه نبیره در راه رفته ایستاده بود. بعد بابا میگه نبیره جان زود پنهان شو، آخر از دور معلم اومده ایستاده است. تو دیروز به درس نرفته بودی کو؟ نبیره میگه نه بابا جان، برعکس شما پنهان شوید. بابا حیران شده میپرسد تو به درس نروی و من پنهان شوم؟ نبیره میگه آخر بابا جان من دیروز به معلمم گفته بودم که بابایم مرده است، برای همین درس نرفتم. یک چیزم بگو. من در سری سبد، من جنگلموی، من نازکی عالمم، جوابی من گوی. گل. زیبای و خوشبو است آن، هدیه بهر مادران. گل. گردهانش وا شود، بوی خوش پیدا شود. گل. سر کردم و سر کردم، رسیدم و دور کردم. توب. شکلش مانندی گرده، لذت میبری خورده. لوبیا. کلان است او چو نه، کلان بود برای با این همه بزرگی بیچاره ترسد از موش. امین فیل. ضرب المثل و مقال. گرگ با گوسفند آشنایی ندارد. گل خواهی از خار مترس، گل به خار نمی شود. گل با یک گل بهار نمی شود. اگر خواهی تو را دیوانسان نشمارند، آنچه نیافتنی بود مجه. علم آموختن و چهار را با سه زن کافتن برابر است. مادر چگونه، دختر نمونه. تشکر. یک تزگویی که دراز باشد. تو میدونی؟ بله. مایل شکر. دیدبان دیده ای را دید کرد. با قلنگش زیر کرده، دیده را نادید کرد. دیدبان دیده کرد، با قلنگش زیر کرد، دیده را نادید کرد. دیدبان دیده کرد، با قلنگش زیر کرد، دیده را نادید کرد. موش از گربه از سگ از پلنگ از فیل از موش میترسد. موش از گربه از سگ از پلنگ از فیل از موش میترسد. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن. 44 چمچوق در شاخ 44 چنار چورتاگی بچه کردن.
тамошобинони азиз, инҳо буданд якчанд иштирокчиён ва ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ки айни замон тариқи телевизиони Баҳористон пешкаши шумо гардонидем. Дар барномаҳои минбаъда мекӯшем то шуморо бо дигар ахтарони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2022 шинос намоем. Мегӯянд ки мутолиа намудани як китоби хуб бо пайдо кардани як дӯсти нав баробар аст. Пас шумо низ кӯшиш намоед то соҳиби дӯстони зиёд гардед. То дидори навбатӣ, хайр.